در وطن دل را تو می خواهی فدا سازم و جان، دل برای مهر تو ای مهر من باشد مکان، دل بدان از بهر تو یک لحظه هم بیگانه نیست، همچو مرغ کرده اندر شاخ مهرت آشیان، تو چنان محبوبه عاشق نوازی مهر تو جا گرفته در دل مهنت کشی روی جهان، شوکت دل شادی دل هستی دل با تو است، هرچی می خواهی بفرما دل به فرمانت روان، از چی من دل را مکان در سینه خود دادم، زانکه مهر تو نموده سینه دل را مکان، خرمنی غمهای دل را آتش مهری تو سوخت، دائما دل را بهار است و بهارش بی خزان، می توانی یافت هر جا خانه و خانی دیگر، می توانی یافت هر جا خانه و خانی دیگر، می توانی کرد هر جا عهد و پیمانی دیگر، می توانی یار خواندن یک زمان اغیار را، بر فراموشی سپردن یاد یارانی دیگر، می توانی همچو بادی بوالهوس دامن کشی، از خیابانی دیگر سوی خیابانی دیگر، می توانی خنده کردن گریه کردن زیستن هر کجا، اما نمی یابی زرافشانی دیگر، می توانی یک کف از خاکی وطن با خود بری، نیست اما در دو دنیا تاجیکستانی دیگر. آدمی بدنفس را نان دهانش میکشد. سفر محمد ایوبی. آدمی بدنفس را نان دهانش میکشد، شخصی بدگفتار را زخمی زبانش میکشد، شوق و شوری نوجوانی را پی عشرت مبر، بی ادب را جنبشی خونی جوانش میکشد، کودکانش را اگر ناموخت آداب پدر، عاقبت ناآدمی کودکانش میکشد، میبری با خود کمان از تیر آن اندیشه کن، مردی به اندیشه را تیری کمانش میکشد، گر شناور خویش را بر سیل دریا میزند، حلقه گرداب دریایی روانش میکشد، تا که قد بالا کند پامان در بالای دوست، دردی آن به دردهای داستانش میکشد. هر کسی شد در جهان یاری کتاب. محترم حاتم. هر کسی شد در جهان یاری کتاب، می شود واقف ز اسراری کتاب، چشم ما را کی گشوده بر جهان، حرف مادر نیز گفتاری کتاب، پیر تکراری جوانی می کند، گر مکرر کرد تکراری کتاب، در ورق گردانیش آهسته باش، باری دوران آمده باری کتاب، بس کسان از نکته گردیدند دور عالم را به پرگاری کتاب، رنگی زردی او نشانی ضعف نیست، تخت را افکنده افکاری کتاب، تا از لبی من میبرد انگشتی من، بوسه هایی تر بر رخساری کتاب، تا بسر تاج و کلاه پیچیده به نمی شاید ز دستاری کتاب. کدام داستان خوندی؟ 3 داستان از میرزا ترسونزاده، داستانی جان شیرین، یوسف جان احمدزاده، گربچه تنبلک، چشمش علا شد، باقی رحیم زاده. به تو در وصف زنان گفتم سخن، به تو در مجلس فشردم دستی زن، لیک در پیش نظر روی تو بود، جلوه های چشم و ابروی تو بود، جان شیرین پس دیگر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن، نیستم مثل پدرهای دیگر، در بری فرزندان شام و سحر. شد را دوانو میدانی اینا را. داستانی گربچه تنبلک. گربچه تنبلک، تنبلکی هندلک، وقتی سحر موش دید
پوشتکی در مشت دید خواست که خیزش زند ناخونی تیزش زند لیک مدارش نبود زوری شکارش نبود چون که دیلش گوش نبود در سرکش هوش نبود موش از این پیتی نست خوانده بدین بیتی نست شاد آفرین میدونید دیدی روباه لنگ را چی ها میگفت پلنگ را پلنگ را او دلیر کرد او را چی گونه شیر کرد اما تو باشی خرگوش از قفای من خاموش لیکینگ میکردی راستش جوره نامردی اکنون دیگر در بیشه پیش رو از من همیشه هر سیده را که دیدی یا آوازش شنیدی در خبردارم کن چون رو با هوشیارم کن دختر جون از اثرهای نثری مکتب کهنه احمدی دیوبند تهذیب او سیبیان اولین یادداشتایم در اولین یادداشتا احمدی دیوبند پارچه از یاد شد احمد دیوبند چگونه اثر است باشه چون احمد دیوبند احمد کنی سوژتی مختصر شد احمد دیوبند در مضافاتی بخارا در ریان غیجدوان خواجه ساکتر نام دهه هست که در آنجا همه به دیوبندی مشغول بودند در آنجا کسلهای تیف عرقی تیف رفته شفا می طلبیدند در آن یک مزار بود که نام آن مزار را هفت‌تله میگوید در آنجا گورخانه بابا و اجدادی بود اگر پگاهان بعد از برآمدن آفتاب یا بیگاهی بعد از فرو رفتن خورشید جهانتاب به بالای آن مزار می برآمدید منظره را می دیدید که قلم از تصویر آن عاجز بود بله همون چی خیلی اثبات کردن که در این مزار دیو و اجینه ها نیست برای آنکه یک بار زمستان قرتون بود مجلسی دنگانه کردن در همین جا احمد و شاکر عهد بستند که احمد در همین شب زمستان به مزار رفته کارچه بابا را گرفته و سگ خودش را خیبر هم با خود برد و با چه بابای جوانان نیاز گوپان ایوانچه را خط کشید و بعد به باغ رفته از شاخی درخت شاخ کند و آورده به آنها نشان داد از پلوتویش چی خونده شما؟ پلوتولیس روزی نخستین تابستان رو خوندید؟ نه روزی نخستین خوندید؟ خب مرحمت کن در این باره گپ بزنید. ساعت قریب 11 شده بود اما رستم خوابش نمی آمد او چند بار به کرواچه‌اش نزدیک شد و حتی میکه‌اش را هم کشید اما خوابش نمی آمد تهذیب او سیبیان رو خوندید؟ از کی هستین؟ از صدرالدین عینی. از صدرالدین عینی. خب در این اثر درباره چی گپ می‌رود؟ سیبیان این معنای آن را دارد که تعلیم برای کودکان برای کودکان گویند که عشق درد بی‌درمان است رنج از غم از تو آتشی سوزان است گر یار سری قتل محیبان دارد چون نامه دل بدادمت فردایش خوش خنده نمودی و جوابم دادی همین نوب چی است معنای نوب خب افسانه ها رو زیاد خونده تو نه همون یک افسانه با نام تربوز طلایی چرا نامش تربوز طلایی است چی ارزش است در من ارزش را خونده در روی خط است خیلی انجامش بگوید آخرش روزه بود نبود یک دهقان بود بیچاره کم بغل بود روزه او به لب چشمه آب نوشی رفت ناگاه چشمش
با لک افتاد و او به پیش لک آمده دید که پری او شکسته است و بعد گفت که بیچاره پر شکسته است تبابت کردن در کار او شد. دادابونو سوالایی که استادا دادن فهمو بودن همشون؟ بله شما راضی هستین از سوال بله. علیم؟ خب من به شما موفقیت بروری کن. چه خوشا که گلشنی ما نه خزان نه خار دارد، چمن است سبز و خورم همدم بهار دارد، زی نسیم فورمش دل به درون سینه رقصان، به کنار شهر و شهرها گل و گلزار دارد، زی جمال گل رخانش مهی نو کشد خجالت، زی کمال آفرینش وطن افتخار دارد، دمی صبح مژده نو به تو هر نفس رساند، گه از ظفر بخواند گه مشق تار دارد، چه عجب درخت هایش گل و نور بین برگان، به سری بوتان توجیک چو گوهر نثار دارد، نه صدای سوج بلبل به فراق عارض گل برساند و به شودی که ز خود سعار دارد. کلمه نسیم چی معنی دارد؟ نسیم بادی سحری. بادی سحری. دل به غم وطن فگار. غفار میرزا دل به غم وطن فگار من نکنم کی میکند، جان بره وطن نثار من نکنم کی میکند، در بد و نیکی او شریک من نشوم کی میشود، حفظ و وفای او شعار من نکنم کی میکند، چون نفسی نکو بدر من نروم کی میرود، هر نفسی بد شکار من نکنم کی میکند، سکه به عالمی هزار من نزنم کی میزند، رخنه به عالمی هزار من نکنم کی میکند، بوری رهی مراد را من نکشم کی میکشد، رهی سبوک بر سپار من نکنم کی میکند، آتش اعتراض در من ندهد کی میدهد، سوز و گداز اختیار من نکنم کی میکند، نون حلال عمر را من نخورم کی میخورد، و از عمل خود افتخار من نکنم کی میکند. زندگی زیباست با عشق و امید. غایب سفرزاده زندگی زیباست با عشق و امید، قطره چون دریاست با عشق و امید، قله مقصود اگر دور است دور در نظر پیداست با عشق و امید، در راه پرپیچ و تاب زندگی پیر هم بر نوست با عشق و امید، دختری گل چهره آهنگر باز هم زیباست با عشق و امید. کوه شد از پایداریش بزرگی کوه شد از پایداریش بزرگ، چشمه شد از بیقراریش بزرگ، از درخش و از حرارت آفتاب بحر شد از بیکناریش بزرگ، عشق از پاکیزگی و راستی عاشق از امیدواریش بزرگ، شد سری گهواره فرزند خود مادرش شب زنده داریش بزرگ. ناامید اگر چه کرده امید میکنم. مستان شیرالی ناامید اگر چه کرده امید میکنم، پایانی شومی تو را اسپید میکنم، افتاده ام برای تو دستم بگیر من، عزم سفر به خانه خورشید میکنم، افتاد اگر به خانه ام نوگه گذار تو، تا عمر هست من در جهان عید میکنم، گردست التفات دمی بر سرنیهی من زیر پا شهامت جمشید میکنم، تا راه من به منزلی امید میبرد، ناامید اگرچه کرده امید میکنم. زندگی هر نفس از یاد دلم میگذرد. زندگی هر نفس از یاد دلم میگذرد، پی هم آمزی گذرگاه دلم میگذرد، گرچه از دهه خود دور فتادم رودش، به صد انگیزه درگاه دلم میگذرد، هر سحر بارم چوپان سحر خیز دیار، نکشیده از چراگاه دلم میگذرد، شب پاییز و مه بدر به صحرای فلک،
خوشچین از سر خیرگاه دلم می گذرد دل عاشق گذرد هر نفس از کوچه عشق زندگی هر نفس از راه دلم می گذرد رمان‌های خوندگیتون رو نام کنید. رمان‌های خوندگی من گناهگارم 3 گونه دختر آتش و 12 در روزه بخورا تخت واژگون 2 خونده 3 روز یک بهار پالاتای کنجکی زمینی پدران عشق سرخور مرگ بیگناه در آرزوی پدر جان فدا الان این مرگی بیگناه از کی است؟ مرگ بیگناه از کرامت الله میرزا از کرامت الله میرزا مرحمت. خب مرگی بیگناه همین درباره چی گپ می‌رود در اینجا؟ مرگ بیگناه برای آن مرگ بیگناه نام گرفته است که برزو آدمان را به هیچ چیز بیگناه میکشت و در آخر آدمانی که وای بیگناه میکشت آنها را به دره میپرتافت با خود همین برزو با چی میشود؟ چی واقع رو میتید؟ در آخر با همین دستیارش سیجان جنگ میکند و میگوید که تو آدمان رو همین خیلی بیگناه میکشی و با هم دیگر جنگ میشوند و یکدیگر رو میکشند. خب باز همین گفتید که مرگ بیگناه عشق سرخور من یک کس را پرسیدم درباره همین سرخور سرخور همین سرخور مثلا این چی نام داشت پیش؟ سرخور اسفندیار نام داشت وقتی که وای به دنیا اومده بود پدر و اپاهایش فاطمه زهرا از دنیا گذشته بودن برای همین مردم وای را سرخور مینامیدند. الان شما یک کلمه گفتید در وقتی شعر خوندم برنا یعنی که جاویدان یعنی که جوان تا آخر جاویدان میمونه. جوانانی؟ بله. همین ماجرا یا بحثی قاری اسمت با سرتراش باری اول برای چی رخ داد؟ باری اول میگوید که تو وقتی که سرش رو با چی پس میکند یعنی ریشش رو میگیره همین قاریشکنبه پولش رو نمیدهد. موی سرش رو برای چی؟ موی سرش رو وقتی که میتراشد و پولش قاری اسمت پورا نمیدهد. پورا نمیدهد. برای چی؟ برای که میگوید که من به بانک رفتنی هستم بعد و بعد از آن میروم در آنجا. با دقت خونید بچم برای چی؟ گفتید بالوی سرش موی سر کم داشته بعضی میگه کم از چراغ ابدی داستان میرزا توسن‌زاده من پرچه از این داستان ازید کردم. چراغ ابدی بله شبی که تا سحر بیدار بودم مشوش تنگ دل ناچار بودم نخفتم داشتم امیدواری دلم را می فشارید انتظاری. شو میدونی که هم کیره انتظاری کشیده است که با نام انتظاری از ماتم سفید 15 باید از یاد کردم گفته. بله. اثری کی هستین؟ دوستانی کی؟ رخسار صفیه و خیلی کنی بچم. گشنه به سوی نان دوا تشنه به سوی آبشار مرهم بجوید درد من غمدار کوبد غمگسار از چشم سرد و جنگی سر بگریختم تا ده بلند تا آب و گل تا مهر و دل تا راستی قول و پند بگریختم از خویش و غیر تا هم پره و غمبره. خوب در نظم خوبید بچه هم نظم از یاد کردید. در اینجا یک اثری دیگر خونده از روایت سعودی باری اول ننی منچه و ویرکنچه با میخورن. مادری ننی منچه و خودش در همون محله و دههشان لباسشویی میکردند. آنها لباسهای مردم را جمع کرده میشستند. وقتی که وای به خونه ویرکنشون برای لباس میرود و میخورند. داستانو از کی از یاد کردی دختر جون؟ میرزا توسن‌زاده، باز مومن قناعت، گل رخسار صفیه و عسکر حکیم. عسکر حکیم کدام داستانی؟ سفره مادر. سفره مادر. من به طوق خواب ندیدم سفره مادر شبه مادرم آمد به یاد و طفلی و روزی ازا سفره را بگرفتم مولیدم به چشم ترشبه تا بناونی دوده اش از من بود شود و رضا
سفره بود یک صحفه رنج و نشاط مادرم، در خم و پیچش غم و شادی عمرش بود عیان. خب همین چند درام نوشته مثلا از جمله می گوهر گوهر. شبچراغ از کی هست همین؟ ساتیم اولوغزاده. از ساتیم اولوغزاده درست. خب درباره چی کتاب می رود در اینجا؟ کمدی باره دسته پرده و 5 نمایش عمل کننده ها شاهکریم باغبان 60 ساله، زنیوی زیاده خان 50 ساله، خاصیت خواهرزاده زیاده خان 25 ساله، جوربای 30 ساله، غنی جان شوفیر افتاباز 23 ساله. واقعا چه سال می شود؟ واقعا وقتی که شاهکریم از خانه می براید و در میان بندش داسکاله، قایچی و ارچه موندگی است. از پشتش زنش زیاده خان غوغا میکند و میبراید های چاق، حالا گپ هم تمام نشده کجا میروید؟ همان باقی استقامت کرده تان گریخته نمیرود. اول شما به امروز هم منظوره دخترم را محزاده را گرفته برده است. اول شما به همان جا رفته محزاده را به خونه فرستانید، بعد به کارتون روید. من باغمان از آنجا دور، من وقت ندارم. اولوغزاده باز کدام اثر دارد؟ یادداشت نوشته است از سرگذشت صابر. سرگذشت صابر. چی فرق دارد در کنیم؟ در اینجا فقط هم ابرازها، در اینجا هم سخن نویسنده آمده است و هم ابرازهایش با هم دیگر. پویستو 17 تا پویست در روی خط آمدگی. بله. اینا رو همه خوندید؟ بله. یعنی نمبر کنید، من حساب میکنم. نمبر کنن: آدینه، مکتبی کهنه، مرگ سودخور، پرانچکا. خب شد. امین روایت سقدی از کی هسته؟ روایت سقدی از ساتیم اولوغزاده. امین پدر ویرکن کی بود؟ ببخشیان. تابستان رو خوندید؟ بله. پلاتالیس تابستان. امون تقوی اصلا کی بود نامش؟ تقویش؟ عبداللطیف. امین عبداللطیف در سرچشمه کار میکردونی؟ بله. همراه کی کار میکردن اونجا؟ قاسم جان. دستیارش قاسم جان. قاسم جان. اما قاسم جان رو چه مناسبت داشت با قاسم جان امین عبداللطیف؟ اول مناسبتش خوب بود. وقتی که حسن به آنجا رفت در مابین آنها یک مشکل پیدا شد. در امان زواد یک نفر کار میکرد که عبداللطیف رو نقص نمیدید. نامش که بود؟ شکر ترشا. سگونه جلال کرامی را با پرگی خوندید یا شکل مختصر کتاب دارد؟ کتاب ده. با پرگی یا که؟ سگونه را کتابهایش را خوندم. پدر فیروزه چی نام داشت؟ پدرش استاد. همین دلارام کنیز چگونه با کنیزی میافتد؟ وای به دو سبب به کنیزی میافتد. اولش اینکه ابراهیم جان را دوست می داشت و دومینش باشد در همان سالها گشنگی آمده بود و آدمان هیچ چیز نمیافتند به خوردن و مادر و پدرش گشنه ماندند. دلارام رفته خود را به آنجا به بای میفروشد و به مادرش کوزه و پدر و مادر فیروزه چگونه شناس میشوند؟ کی آنها را شناس میکنند؟ صفیه و استاد. کتاب یکم یا دوشتون نام دارد؟ اسم یکم سراول از کدام ریکویا سر می شود؟ دهه هایی که صدرین یعنی در آنجا کلان شده بود. چی نام داشتندم دهه؟ اولش دهه بالا و ساکتره. گلنوزبانو سوالی که استادا دادم به شما فهمو بود؟ بله. شما راضی هستی؟ بله. مالش به شما موفقیت بروری کنم. منم تاجیک، غرورم تاجیکانه، ز ساسانی و سامانم نشانه، از آن فخرم که بازو بند رستم، بود در بازوی من جاویدانه، نکرد اجداد من سرخم به دشمن، سی تیزی من از این بود با زمانه، دوباره زنده هم گردم ز نو باز، شوم قربان ملت به بهانه، الا ای هموطن خوش آمدی خوش، مرا این خانه با تو هست خانه، نگو کی نیستم در پهلوی تو، کشم چون آتش از جانت زبانه، مبارک روز وحدت روز قدسی،
که دارد با وطن ما را یگانه. پارچه از داستان جان شیرین از استاد میرزا ترسونزاده. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دل تنگم مکن. نیستم مثل پدرهای دیگر، در بری فرزندها شام و سحر. چار گردد چشم آنها در رحم، گم زند دلهای آنها دم به دم. کو پدر گوید اگر فرزند ما، می نموی تو بسوی در نگاه. در زمانی پیش اجدادان ما، ترک می کردند کوهستان ما. بخت می جستند از بیچارگی، مرده می رفتند در آوارگی. ما ولی از آن غریبان نیستیم، در سراغ بخت سرسان نیستیم. بخت را با مهنت آزاد خود، کرد انسانی سویتی پرورش. ما سفر داریم با امری وطن، با سپارش ها خلق و خویشتن. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. خلق ها را زندگی القا کنیم، مهر دل را هدیه بر آنها کنیم. ایله میدونی بچه جون شهر جون میدونی بو کدام از که دوستان از یاد کردی؟ نشستم دوش با مردی کهنسال، عجب پیری سخنور بود و خوشحال. زیبا میر بود آن مرد خردمند، حکایت کرد بر من شاد و خرسند. شنیدم من حکایت های او را، به نظم آورده بنوشتم در اینجا. شنیدم از پدر این داستان را، پدر بشنیده از باباش آن را. ولی بابا ز باباهای دیگر، شنیده این حکایت را برادر. از مومین خانات چی از یاد کردم گفتی؟ برادرم چی را از یاد کردی؟ موجای برادر. موجای برادری را کنی؟ برادرم و دیده نقش روی تو، دیده نقش روی تو، و گوش گفتگوی تو. هنوز از دماغ من نرفته است بوی تو. به جای دور می روم، دلم همیشه سوی تو. شدم کلان و آمدم کنون به جستجوی تو. برادرم برادری به جان و دل برابرم. شد شهر جون معلوم که اصول نظمی میدونید. سرد باران سما میگذرد گریه مکن. سرد باران سما میگذرد گریه مکن. گریه آب و هوا میگذرد گریه مکن. از سر مردم عالم چه کم و بیش گذشت، باز هم از سر ما میگذرد گریه مکن. این سیاهی و سفیدی جهان روز شبیست، روز و شب پیش قفا میگذرد گریه مکن. شما یک شعر نوشتید، شعری میمون بختی کو مرحمت. از این کتاب خوانا، از این کتاب خوانا، از رسم‌های زیبا حرفی بسیار آموختیم. ما گپ و کار آموختیم، چستان و ترانه ها، گلچین و افسانه ها. هرچی که خواستیم ما یافتیم از الفبا. خیرسک اصل دوزی رفت از کی است؟ غفار میرزا. یعنی؟ خیرسک اصل دوزی رفت، خیرسک آرو گزید. او داد گفته می گریخت، خرگوش بچه می خندید. از عبدالملک بهاری. با یارانم جفا کردم، به یارانم جفا کردم، به هر کس ماجرا کردم. چی کاری ناروا کردم، خطا کردم خطا کردم. من اکنون با کی می بازم، دیگر سوی کی می تازم. نمی آید کسی پیشم، به تنگ آمد دلی ریشم. ندارد هیچ کس پروا،
به خانه ماندم تنها، ز کار خود پشیمانم، بیایید ای رفیقانم. جوانیم و خوشی های جوانی را نمیدانیم، جوانیم و خوشی های جوانی را نمیدانیم. اگر از گریه کردن آب میشد دل من بود، اگر از گریه کردن آب میشد دل من بود. به سیلی عشق میشد غرق منزل من بود. اگر آسان نمیگردید مشکل من بود. از زیر موج دریا مانده ساحل من بود. شد اگر به هر یک خانه طفل بی پدر، به هر یک خانه طفلی به پدر دیدن دیگر هرگز، حیات آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز. شهریار سوالایی که استاد دادن به شما فهمو بود؟ به شما موفقیت براری کن.